شما نام میگیرید. مهم این که حرف مردم اول باشد، خواسته مردم عملی شود. خب نامش رو بگذارید دموکراسی، مردم سالاری یا هر چی نام بگذارید. اصلا حالا مردم چرا دنبال نام ها میرن؟ ما حزب نهضت اسلامی هستیم، میگن که شما پس دولت اسلامی میسازید. گویا که حزب خلقی دموکراتی هست، گویا که این دولت خلقی و دموکراتی میساخته باشد. اصلا کجا این دولتی که حالا حزب خلقی دموکراتی رهبری میکند خلقی است و کجاست دموکراتی است؟ کاملا علیه ارزش‌های خلقی و مردمی و دموکراسی است. پس بیاید دنبال نام‌ها کمتر بگردیم، بلکه به محتوا و عمق مسئله نگاه کنیم. با گفت مولانا پوست را نزد سگان پرتاید و اون اصل را شما محور قرار بدید. خب بفرمایید. فقط به خاطر عدالت و آزادیش اومدیم که متأسفانه در کشورهای ما نیست.